صبح روز تعطیلتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا هستین. تو ویدیو قبلی در مورد این صحبت کردیم که مهمترین چیز، یعنی به نظر من مهمترین چیز که به ما کمک میکنه که وزنمون رو ثابت نگه داریم یا غذا درست بخوریم، رابطه خوبی با غذا داشته باشیم، اینه که تشخیص بدیم که گرسنگی که میاد سراغمون واقعیه یا غیر واقعی. و حالا توصیه میکنم که برید حتما ویدیو قبلی رو ببینید که اگه گرسنگی غیر واقعی بود، یه گرسنگی کاذبی بود که سراغمون اومد، چی کار بکنیم باشه توی اون ویدیو در مورد صحبت کردیم. و دو تا چیز که مونده بود که میخواستم بهتون بگم اینه که یکی این که خودتون از یه چیزی که خیلی دوست دارین محروم نکنین. اصلا یه غذای شیرین، یه چیزی که دوست دارین، سعی کنین که ورژن کم کالریشو یا اون سالم‌ترش رو داشته باشین تو برنامه‌تون یا روزانه، که شما رو خیلی بهش ولع پیدا نکنین که یهو گیرش بیارین و دیگه نتونین کنترل کنین. مثلا من خودم چیزکیک خیلی دوست دارم و حالا چیزکیک رژیمی اینه که شما از شکر استویا استفاده میکنین و یه ذره حالا خام و پنیر شاید کمتر باشه ولی دارمش. خب یکی این بود که میخواستم بهتون بگم در مورد اون قبلیه. و بعدش این که خیلی صبر نکنین که خیلی گشنتون بشه و بعدش برین سراغ غذا خوردن، چون واقعا وقتی خیلی گشنتون میشه دیگه کنترل کردن و موندن روی رژیم و برنامه غذایی واقعا یه چیز خیلی دور از ذهنیه، یعنی که نمیشه پابند بود. برای همین که نذاری خیلی گشنه بشین. همیشه مخصوصا وقتی میری بیرون از خونه، حالا برای خرید یا کاری هر چیزی، یه خود خوراکی دم دستتون باشه، ظرف آبتون، یه ذره شکلات تلخ یا میوه‌ای که حالا خیلی شیرین نباشه دم دستتون باشه. حالا بریم سراغ این که ما یه هانگر ریالیتی چک رو انجام دادیم، مثبت بود، گرسنگی واقعی بود. و حالا میریم که اون وعده غذایی خودمون رو داشته باشیم. حالا مهمترین چیز اینه که عنوانش اون بالا میبینین، اینه که ما سریع نریم سراغ غذا خوردن. خب هی به خودمون یادآوری کنیم که قراره از این وعده غذاییمون لذت ببریم، واقعا کیف کنیم و غذا بخوریم. نریم یهو سراغ غذا و شروع کنیم فقط گشنگی خودمون رو رفع بکنیم. حتما تو ذهنمون بیاد که ما قراره از غذا خوردنمون لذت ببریم. بعد حالا آماده میشیم برای اینکه یه وعده غذایی داشته باشیم، یه لباسی که دوست داریم رو میپوشیم، بعد برای خودمون یه میز یا حالا نمیدونم سفره میچینیم حتی اگه تنهاییم، و بشقابمون رو انتخاب میکنیم. مقدار غذایی که قرار بخوریم توش حتما ثابت باشه، والا هر چیزی، سالاد یا هر چیزی تو همون بشقاب باشه. یعنی این بشقاب میشه اون وعده غذایی که ما قراره مقدار چیزی که قرار توی اون وعده بخوریم. و بعدش یه جایی خیلی آروم دور از تلویزیون و موبایل هر چیزی که حواسمون از غذا پرت بکنه میشینیم و روی غذامون تمرکز میکنیم، روی بوش، مزه، شکل غذایی که داریم، کامل روش تمرکز میکنیم و از همه اینا واقعا لذت میبریم. قشنگ میچشیم، مزه‌شو بو میکنیم، قیافه‌شو نگاه میکنیم. اینجور نباشه یهو چشتون رو باز کنید ببینید همه غذاتون تموم شده و شما هیچ لذتی هم ازش نبردین. و نکته بعد اینه که غذا رو خوب بجوین، که البته همیشه این گفته شده ولی من فکر می‌کنم من خودم خیلی کمتر بهش دقت می‌کردم، ولی الان اخیراً چرا حواسم هست بهش، این که خیلی کامل بجوام اون غذایی که دارم میخورم، و چون تازه مزه هاشو متوجه میشی، تازه ازش کیف میکنی. و اینکه تا یه لقمه رو شما کامل نجویدین و قورت ندین، حتی اون لقمه بعدی رو آماده نکنین توی غذاتون، توی بشقابتون، کامل تموم شد بعد برین سراغ این که لقمه غذایی و بعدی رو بردارین. کلا مغز یه مدت زمانی نیاز داره که اون پیام سیری بهش برسه که میگن 20 دقیقه هست. خب حالا شما میتونید توی این 20 دقیقه تا این پیامه بیاد و برسه مغزتون مثلا 2 تا بشقاب غذا بخورین. میتونین هم نه، آروم و حالا آروم و شمرده غذا بخورین که تو اون 20 دقیقه میزان اندازه غذا بهتون رسیده باشه. خب این فرصت رو به مغزتون داده باشین که بتونه بفهمه سیر شده یا نه. و آخرین موردی که خیلی مهمه اینه که حتما فراموش نکنین که بین وعده غذایی آب بخورین. یعنی اصلا یه ظرف آب کنارتون باشه که مرتب بتونین آب بخورین. بعضی وقت آب خالی خوردن خیلی سخته، برای همین میتونین آب مزه دار شده که البته تو رژیم کتو بهش میگن الکترولایت، که توش بهتون گفتم چند تا قطره سرکه، سیب و نمک صورتی یا آبی میریزین، اون کنار دستتون باشه، خیلی گشنگیتون رو
کم میکنه و آرومین مدت زمان خیلی زیادی. واقعا آرزوی سلامتی دارم براتون و شادی. مرسی که تا اینجای ویدیو با هم بودید. همه اینه که در مورد صحبت کردم تجربیات خودمه و همون حالا سرچ هایی که توی این مدت داشتم که واقعا خیلی برام مهم بود، یا رژیم‌های مختلفی که با هم امتحان کردیم. واقعا من به نتیجه‌ای که الان رسیدم و بهم کمک کرده اینا بود که در موردش باهاتون صحبت کردم. بازم ممنونم. میبینمتون توی ویدیو بعدی.